این آدمان بشردوستان از ناحیه وسیع میباشند. سالهای جوانی قرض شهروندی خود را نزد وطن در افغانستان ادا نمودند. بخشیده به 36 سالگی برورش قوای مسلح اتحادیه شوروی از قلمرو دولت افغانستان امسال نیز چون سالهای گذشته به هم آمدند. با این مناسبت در همایش اشتراک ورزیده نزد نیمپیکره رستم خالعی همچون رمز احترام به فرزندان شجاع وطن گلچنبر گذاشتند. ادامه چورابینی پس خاطر در قصر فرهنگ ناحیه وسیع برگزار گردید. در این همایش جانشین رئیس ناحیه وسیع سردار تشکیلات بشردوستان منطقه کلاب سیفالله اسماعیلوف و راهبر تشکیلات جمعیتی بشردوستان ناحیه وسیع قاسم جان غنیف برآمد نمودند. سالهای 1976 1989 در قطار دیگر جوانان شوروی از ناحیه وسیع زیاده از 200 نفر جوانان در دولت افغانستان خدمت وطن مادر را ادا نمودند. از اینها 4 نفرشان در این جنگ شهید گشتند. امروز تشکیلات جمعیتی بشردوستان در جامعه فعال بوده، سهم آنها در سمت تربیت و تندرستی نورسان و جوانان کلان می باشد قید گردید. در این چاره‌بینی بعد برآمدهای رسمی در محیط ادانه از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وسیع برای خدمت‌های صادقانه به وطن به این نفران مکافات‌ها تقدیم کرده شدند. این چاره‌بینی با برنامه کنسرت ادانه جنبش گردید.